درود. خبر خوب اینه که داشمیر حالش خوبه، 100% تایید و پیجمونم همه دارن نگاه میکنن. گفتم که ما اگر درست پیش بریم حواسشون هست، یعنی میبینن ما داریم درست پیش بریم. این تیشرت هم کشیدم بیرون امروز باهاش تمرین بزنم. داش سعید با تیشرت داشمیرش بریم تمرینی بزنیم و پاشید دیگه، پاشید حال کنید برید تمرین. ما هم اومدیم باشگاه و دیگه تا چند روز دیگه همه چی خفن‌تر معلوم میشه، ولی امیر حالش خیلی خوبه خدا رو شکر، خیالتون راحت باشه. فقط انرژی مثبت کار رو درست میکنه، یعنی فقط 1 1 2 2 8 تتل 4 4 ر ر ر ر let's do it. برو بریم. یه چیز دیگه هم که بگم اینه که داداشمون فقط داره نون و خرما میخوره. یعنی چون گیاهخواره غذایی نمیخوره، ولی براش سربازا میرن خرید میکنن، غذاهایی که میخواد میارن. خیلی باهاش مهربونن و خیلی ممنونم از همه کسایی که تو اونجا دارن با امیر خوب برخورد میکنن. واقعا دستتون رو میبوسم. طرفدارای امیر تو این مدت خیلی نگران حالش بودن که چجوری باهاش برخورد میشه. الان که فهمیدیم خوب داره برخورد میشه باهاش، خیلی خیلی خوشحال شدیم و تا چند روز دیگه هم مادرش رو میبینه. یعنی الان فعلا بازجویی‌ها رو دارن انجام میدن در کمال احترام، در کمال آرامش. همه چی داره خوب پیش میره. انرژی مثبت باشید، ورزش کنید، ارتعاش ببرید بالا، این لبخند داشته باشید. با ناراحتی و غصه هیچ چیزی درست نمیشه. روز خوبی داشته باشید.